یکی از سمت‌های مهمترین سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی تأسیس جایهای نوی کاری برای ساکنان مملکت و بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم کشور میباشد. این موضوع در پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامی رحمان تحلیل عمیق یافت و در نوبت خود با وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی دستور داده شد که جهت زیاد نمودن کورس‌های آموزشی برای کلانسالان، جلب بیشتر اهالی بی‌کسب بخصوص بانوان و جوانان با آموزش کسب‌های گوناگون چاره‌های مشخص اندیشند. در اساس دستور سپارش‌های سرور دولت در ناحیه شهرنو یک چند مرکزهای کسب آموزی فعالیت دارند که در آن بانوان کسب می‌آموزند. در نیم سال جاری 166 نفر شهروندان بیکار، جوانان بیشغلی که در خانه کسب هنر نداشتند با کسب‌های دوزندگی، پالین بافی، آدرس بافی، کفشگری، اساسهای کار با کامپیوتر آموزانده شده است. طبق برنامه مساعدت به شغل اهالی در نیم سال جاری شعبه 5 مرکز و یارمارک جای کاری برگزار گردید که در این یارمارک 36 نفر شهروندان بیکار با جای کار دائمی تامین گشتند. در مجموع در ناحیه در نیم ساله 312 نفر شهروندان بیشغل و بیکار با جای کار تامین گشتند. باید گفت که امروزها در مرکز کسب آموزی ساکنان برای از خود کردن هنرهای ملی از قبیل آدرس بافی، لباس دوزی، قالین بافی، آموزش زبانهای خارجی و تکنولوژی معاصر فرا گرفته شدند. امین سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی که هست در همین ناحیه‌ها و کوچه‌های دوردست هم باشد با ما این گونه کورس‌های کوتاه مدتی آموزشی را گشودند که ما در اینجا می توانیم با توسط از نازکی‌های کسب دوزندگی برخوردار شدیم، آموختیم این کسب را و از خود کردیم که ما اینک می توانیم که خودمون از همین دوختن کورتاهای ملی تاجیکی اینچنین بافندگی، دوزندگی، کشیده دوزی نیز مشغول این گونه کسب ها باشیم و از این گونه کسب ها برخوردار شویم. تأسیس جایهای نوی کاری، رشد هنرهای مردمی، کسب آموزی و فعالیت مرکزهای تعلیمی کلانسالان از جمله دستور سپارش‌های سرور دولت میباشد. در رابطه با این جهت زیاد نمودن کورس‌های آموزشی برای کلانسالان، جلب بیشتر اهالی بی‌کسب بخصوص بانوان و جوانان با کسب آموزی در ناحیه شهرنو چاره‌های مشخص اندیشیده می‌شود.